هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. سار في درب النبي صحب وأشراف تقى. قوموا إلى درب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هنگامی که انسان از دنیا می رود عملش قطع می گردد مگر سه چیز: صدقه جاریه یا علمی که سود آن به مردم برسد و یا فرزند صالحی که دعاگوی وی باشد. الحبیب یقودنی وبنوره تصفو الحیاة. سار في درب النبي صحب وأشراف تقى. قوموا إلى درب المضي نسمو ونرى